سلام همه دوستان، قراره زنگ بزنیم امیر تا بعدش بپرسیم که چرا تو چالش سطل یخ شرکت نکرد. ببینیم چرا شرکت نکرد. بچه ساکت. خب الو سلام آقا امیر، خسته نباشید. سلام داداش، نوکرم. آقا امیر یه سوال داشتیم. جونم داداش. آقا چرا تو چالش سطل یخ شرکت نکردی؟ جان؟ چالش سطل یخ آب یخ باید میریختیم برای ایلس. حالا ما هم فیلم گفتیم آب یخ به اندازه کافی ریخته شد. بعد آهنگ ما به هم بیمار بودیم و تقدیم کردم به بچه‌هایی که مبتلا به سرطان هستن و یه سری صحبت هم کردیم که ایشالله به زودی یه اجرا داریم براشون بتونیم خوشحال کنیم اینا رو و یه حمایت مالی هم بتونیم دوستان رو. آره ایشالله زنده باشین. ایشالله. آهنگ جدید آقا چی شد؟ تو دیده من نیستی کی میاد؟ آهنگ جدید به خاطر مسافرتی که داشتم حقیقت یه خورده به تاخیر افتاد، ولی تا چند روز آینده ما میکس نهاییشو انجام میدیم، موزیک رو پخش میکنیم. امیدوارم که خوشتون بیاد. همتونم خیلی ممنون. ما منتظر هستیم که انشالله همه گوش بدیم. فدای تو داداش، قربونت، نوکرت. خداحافظ. یا علی. بخشی روی خداحافظیش قطع کردم، ولی خیلی ممنون که آهنگ شو تقدیم کرد به همه بیمارا و قرار کنسرت هم بذاره. دمش هم گرم. ما همیشه هوادارش. بعد میدونی چی موقع خداحافظیش